میشه که کسب آهنگری را پیش میبرید؟ ما تقریبا یکم 30 سال میشه. 30 سال. پدر کسبی است این بابا کسبی یا خودتان یاد گرفتید؟ خودی ما یاد گرفتیم. بازمون شما چی خودم میشناسید؟ بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید در خدمت شماست. امروز 20 اگست سال 2026 میلادی است. دیروز 19 اگست بود، 107مین سالگرد استقلال و پیروزی افغانستان بود و ما به اون مناسبت رخصتی کرده بودیم. امروز آمدیم به اینجا، سرایی که همه چیز در آن است. بایسکل است، بایسکل جدید، کونه، پرنده فروشی است، مرغ فروشی است، کونه فروشی است و آهنگری. جایی که این طرف در بک‌گراند هموطنان عزیز ما هنوزم به او صنعت سنتی چندین ساله ادامه داده است. در شرایطی که حالا همه چیز از بیرون وارد می شود و من نمیدانم که هنوزم اینا بازار دارن، مشتری دارن، ندارن. اما مقوله‌ای که میگه 100 زدن زرگر، 1 زدن آهنگر. آمدیم که اینو میرم اثبات بکنیم که چرا میگوید که 100 زدن زرگر و 1 زدن آهنگر. باید با دوستا و با خلیفه ها قصه بکنیم و نظر ایشان را در رابطه با این مقوله حتما میخوایم بشنویم. پیش این خلیفه ها میریم، نام خدا هم تو کار کداره هستن که بیخی زدر هستن. واسا جان سلام علیکم، صبح شما بخیر. ما آمدیم که امروز صنعت شما را به تصویر بکشم، مانده نباشین. اول یک دسته بتون. خیرتی است؟ سلام. شما خوب هستین؟ سلام. خوب هستین؟ بخیر. خیرتی است؟ نام شما استاد جان؟ فواد. فواد جان. بله. شما کارتان کدام میگیریم با شما صحبت هم میکنیم. فواد جان چند سال میشه که کار میکنی اینجا؟ تقریبا یک 15 سال میشه. 15 سال میشه. بله. چی جور میکنین؟ ما هر چیز جور می‌آییم، کلبخ، سامان آسیا، مثلا تبر، چکش، امتداد وسایل جور می‌آییم. این چی است که میلاد شما جور میکنین؟ فعلا خرک آسیا. خرک آسیا. آسیایی. بله. در چند سال پسین ما از چین خیلی زیاد واردات داریم. همین سری صنعت شما تاثیر کرده؟ کمی کارایتان کم شده، زیاد شده؟ از خارج مال خارجی میایید، مالا را خودم می‌خریم. اما شما بازم زحمت خودم میکشین. بله زمان می‌کشیم. چند بجه می این دکان؟ 6 صبح تا چند هستین؟ تا 5 دیگه هستیم. تا 5 بیگه. بله. پیش از این چی جور کرده بودین امیل ازن؟ صبح وقت. صبح وقت همین جور کردیم. امیره؟ بله. جور کردن از چقدر وقت در بر میگیره؟ 1 ساعت میگیره. 2 ساعت. 2 ساعتی برادر ما قطع چی میزنه؟ که مارتول میزنه. قطع مارتول میزنه. بله. میگه 100 زدن زرگر، 1 زدن آهنگر. امی چی معنا میته یعنی چی؟ اور زرگر که 100 تا ده جور نمی آهنگر یکی زد جور میشه. یا زرگر کس آهسته آهسته بزنه، شاید و زوری 10% بزنه. بله. ولی آهنگر به زوری 100% میزنه. 100% میزنه. بله دوستای عزیز، جایی که واقعا در این روزا در این شرایط هموطنان از ما از چیزایی که از چین وارد میشه و میگیره، ولی اینا یک چیز رو میبینین به چه قدر زحمت میسازن. 2 ساعت خلیفه زده است که این نظام جور نشده. نظام جور تکمیل شده دیگه، جور شده. بله. کارش 95% خلاص است. جان. گرمی مزار یک طرف، گرمی دو آتش یک طرف و سختی از او یک طرف. بچه‌ها چقدر تجربه دارن؟ تجربه از جواب بچه‌ها کنم 10 سال 15 سال کار کردم. برای چند نفر شاگرد شما دعا دادین، کمرشان بسته کردین؟ یا تقریبا 4-5 شاگرد دعا دادیم. 4-5 دانه شاگرد. و این را هنوز هم دعا ندادین، نگاه کنید. چند نفر اینجا امرتان کار میکنن؟ 4 نفر. 4 نفر امرتان کار میکنن. شما بزنین هم کار چند تصویر میگیرن. ادامه بتین. دوستای عزیز، اما مقوله‌ای که میگه 100 زدن زرگر، 1 زدن آهنگر این همیجاست که با خاطر که زرگرها بسیار آهسته میدونن میگه که خراب نشه، ولی اینا با او قدرت که دارن، با او آتش گرمی مزار یک طرف، گرمی اینا یک طرف و میبینن که امیل ازم تو داغ است و این فکر میکنم تیش است. یا تیش قلبه است. اینا را دیروز جور کرده بودی؟ امروز جور کردیم. اوه نه مخانا.
این نسبت به چی جور کردن چی آسیا کمی زود جور میشه. مثلا دستایتان هم آگار کردین یا نه؟ میستاد آگار میشه. این دیگه بدون همین نمیشه دیگه. این جوان ما را سعی کنین نام خود همون تبر میزنه. اگر ما 3-4 تا بزنیم زیر عرق میمونیم. ولی اینا را نام خدا کسبشان است. همون زدار است که مثلا سرشمی خبر هم نیست و تشای که در قلبه استفاده میکند او را امیل از جور کرده رایی هستند. ما با بقیه متنان عزیز ما هم که اینجا کار میکنن حتما همراه جناب صحبت میکنیم و نظر جوان هم حتما میگیریم که یک چند دقیقه بیکار شو از قریب آماده است. همکارم یک ذره نزدیک بیا، یک ذره نزدیک یک تصویرش بگی. کارش سخت نیست؟ کار هر کس نیست لکن ایمی جوان هم متضرر است. اگر ما بگیریم 2 تا بزنیم ما زیر عرق میمونیم و شاید خسته هم شدیم. ولی اون نام خدا هم بدون وقفه خمی خرطوم هم میزنه کار میکنن. آفرینشان والا. شما اینجا کدام چیزی میخرین یا شما کار من خلیفه آسیا هستم و مخرک که من فرمایش دادم. آسیا آبی است. آسیا آبی است بله. در کدام منطقه است آسیا؟ اینا فعلا ساخته یا سنگ آسیا آبی ما در البرز در توسط سولار میچرخونیم میبریم نقطه البرز میچرخونیم. آبی نیستن؟ نه آبی نیست. چون ما خودمون آسیا آب داریم در منطقه ما بازو آبی است. همین سنگ آسیا آبی ما میبریم توسط سولار در البرز لاست میکنیم. هفته برآمد میگرده هفته 6 خاموش میشه. خاموش میشن. سنگ آردی آسیایی کار آسیایی رو میگیریم. از اینا با شما یک دانه میبرین یک اشتبنی هم دارین چی رقم؟ نه یک تا میبریم برای تقریبا خیلی وقت تقریبا 5 سال 6 سال کار میکنه. کار میکنه بله. سنگای آسیا هر ماه یک دفعه تیز میکنه یک هفته بعد چی رقم؟ اون نظر دگشت است اگر بگرده برای در یک هفته تیز میشه. بعد اگر نه که وقفه دار بگرده در روز 15 روز 20 روز تیز کاری میشه. بعد شما من خلاص کردید. بله کارمون تمام فرمان. خلیفه جان اجازه است با شاگرد یک دو دقیقه صحبت بکنیم؟ نام خدا بسیار یک بچه با استعداد و زحمتکش است. سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ برام اگر پخته شدین اینجا بیارن خیر است مشکل نیست. نام شما؟ احمد پرویز. پرویز جان چند سال است؟ 22 سال. 22 سال؟ چند سال میشه همراه خلیفه هستی؟ من خورد ترک بودم. از خورترکی همراه شما؟ بله. حالا خدا خدا توانایی جور کردن هر چیز داره. بله. نگاه روز استاد اگه شکر برای پلو خوردن بره مسئولیت به شما میمونه. بله. گیره چند دقیقه اونجا میمونه؟ گیره یک دو دقیقه میمونیم و گرم میشه. بعد دیگه پس میمونیم کار کنید ادامه میدید. بله. آفرین تو والا. صد آفرین. دیگه همین تبر زدن تو مرا خوشم میاد. ما هنوز منتظر میشیم که چند تبر خودت باید به تصویر بکشی. صحیح؟ جور میکنم ازشون. سلام علیکم. سلام. خوب هستین بخیر سیادتون؟ چی جور میکنی بخیر؟ یه مواد هست که برای اونا ما این قلبک جور میکنیم اما این است اینا بود. ها اینا شما جدا میکنید؟ ما برش کاریش میکنیم. بروش میکنید؟ بله. این قطعه یک چی بروش نمیشه مثل که شیشه را ما شما قطعه یک الماس میگه بروش میکنن؟ نه او دیگه چیز دیگه یک مدلش نازکا هست و اینا نازک بازو امروی قیچی میشه. این با دیدن که از دبل است بازی امروی بروش میشه. چقدر دبل هم هستن. باز اینا رو شما آیین کنه گفتم میخرید؟ نه یا این کنه نیست دیگه
کنتینر فروش ها از پیش اونا میگیریم خب در از حساب پیش این اونا دیگه میگیری. بله با شما جدا میکنیم. آقای را باز جدا داده میکنیم در حساب این قلبا و قسمی جور میشه سودای شده تنها برای تیش جدا نمیکنین، شاید برای هر چیز جدا کنین. آقای که فقط به تیش قلبا یک مدلش اونها که از مدل گواکیش از یک مدلش ابنای به خاطر یک تراکتور هم هست باز با تراکتور هم هستن. بله برای زورم بس سامان تراکتور نوفال که میگه پالا نوفال اونم از این چیزا اینا جور میکنه نام شما رو پرسان نکردم. احمد شکیب شکیب جان چند سال میکنید؟ ما یکم 12 سال میشه 12 13 سال. بله خلیفه هم داره حتما. بله خلیفه ما رفت در اینجا کار داشت کدام جای رفت؟ دکان خود ما پدر خلیفه ما است همینجا پیش پدر امروز کار پدرجان میکنه کار. بله شما پدر کسبی هستید. بله اما بابا و ولد پدر بابا کلان بودن. مکمل آینگر هستیم ما از آن سابق آینگر. سابق این اول به شما مانده. بله دیگه کار دیگه هست ادامه داره دیگه ما شما بخیر هر وقت بخیر روزی کردین خیلی بچیتان یاد میتین ان شاء الله. ان شاء الله چرا پدر نه کسبی هستید دیگه. آده کسب پدری است ما ادامه دادیم بچه‌ام باید ادامه بده کار هر کس هم نیست. ما پیشتر گفتم بله. تو هونو لالا کی صدر است که ما یک دو تا بزنیم زیر عرق میمونیم. ولی آخرین شما که ما دیگه کارهای عادت سخت کردیم. شاقر میکنیم کار هر کس نیست. جانا همین بس مزاحم شما نمیشیم مقصد. مزاحم نیستیم قربان شکر جان ادامه بدید بخیر باشید. دوستای عزیز اینجا به قسمی که گفتن اینا کانتینر مثلا میخرن باز جدا میکنن تو جدا میکنن پرخشه میکنن برای استاد میتا باز استاد تیش جور میکنن. اینجا تنها یک دکان است چند دکان است بیا پیش بریم اونجا همکاریم که با وقت دوستان صحبت بکنیم و نظر ایشان هم در رابطه به این صنعت حتما پرسان میکنیم که نام خدا کل جای همون کار هستن. پیش می خلیفه صاحب بریم یک چند دقیقه. سلام علیکم خوب هستین بخیر صحتمند باباجی سلام علیکم السلام علیکم خوب هستین بخیر صحتمند مانده نباشین خیرتی هست ان شاء الله. نام شما؟ نام من محمد واصل آینگر. محمد واصل آینگر. کاکا آینگر بگویم چند سال میشه که شما آینگری میکنید؟ شاید یک 50 سال شده. 50 سال. بله 50 سال یک عمر است که شما آهنگری میکنید. بله پدر کسی ببینید پدر جان یا خود نه داشته نه میکنید؟ شاگرد بود. شاگرد بودید. بله خلیفه شدید. بله به 50 یا 55 سال چند شاگرد دعا دادین؟ ولی در این زمانه شاگردان دیگه دعا نمیگیرن. به این زمانه میگه یگان شاگردایی که دعا از استاد نگیره خیر هم نمیبینه اما مطمئن هستم که شاید بیش از 20 نفر دعا داده باشه. بله دیگه ما ولی کار کردن همه تو رفتن و گم شدن و مقصد کسبی نمیشن. هر شاگرد کسبی نمیشه. هر شاگرد کسبی نمیشه. او شاگردی که پشت کار داشته باشه علاقه داشته باشه دیگه بچه غریب باشه این کار یاد میگیره و سرسخت باشه. جانش یعنی منظور تا سخت باشه. منظوری ما که تصمیم قاطع داشته باشه به خاطر یاد گرفتن یا اینگیری و زحمت بکشه در غیر از اون نمیشه. و این کاری هر کس هم نیست. هر کس نه شاید هر کس نمیتونه و یگان تا میتونه. یگانه شما فعلا چند ساله هستی؟ 63. 63. بچه هم همراهتان بچه خودتان همراهتان کار میکنن یاد گرفتن یا نه؟ آی کار میکنن. چند بچه همراهتان کار میکنن؟ یک تایش فعلا کار میکنن. یک تایش؟ دیگهش دکاندار است خورده فروش است. خب دیگه شما مسئولیتشون به یک بچه تان دادین؟ فعلا کتیمه یک بچه من. همی است؟ نه یک چیز برده پشت دکان خرادی. خب این شاگردتان است؟ این شاگرد. چند شاگرد دارین شما؟ فعلا 2 تا. 2 تا. امیل از چی جور که داره اینی؟ امیال چیز است قایچی سیخوری. قایچی سیخایی که مثل سیخ گل که تعمیراتی که استفاده میشوند. چند روز میشه سر از این کار شروع کردین؟ بله؟ چند روز میشه سر از این کار شروع کردین؟ این اگر چیز کنیم تا 1 بجه خلاص میشه. تا 1 بجه را؟ یک 50% کارش خلاص شده؟ 50% خلاص شده. در زندگی مطمئن هستم که دستای شما را میبینیم یک اجازه است که ببینیم داغ از گاهی اوقات تبر و تیشه خورده؟ اینه
داغ است. آی. از چند سال پیش است؟ این دیگر 8 ساله 9 ساله بودم آغاز شد. وقت در اوج شاگردی بودین دیگه. داوود شاگردی. یگان وقت میگه کسب که یاد میگیره تو میگه خدا کار نکنی یادم گرفته نمیتونی. نه ما وقتی که ودانه که میدادم ودان کلانی میکرد زورم نمیرد در پای میخورد در مستقان پای میخورد خون میشد بازم پشتش نمیگشت. یک تجربه دیگر نسبت به ما شما بهتر داره میگه وقتی که مغز آرام باشه یعنی تشویش خانوادگی نداشته باشی همین 100 تا خرطوم میگیدم یک هدف میزنی اما میگه یک ذره تشویش در فکرت باشه فکرت میگه میره میگه جایی که اینجا ردی عین اونجا رو میزنی تو یک موضوع است یعنی اصلا کسی که تشویش داشته باشه هیچ کار نمیتونه پیش ببره. تمرکزش سر کارش باشه هیچ چیز همه چیز فراموش کنه. اینجا به خاطر معیشت خونه اومده کار آمده دیگه. ما اینجا آمدیم که از خدمات شما که سالهای سال زحمت کشیدین همین صنعت آهنگری را زنده نگه داشتین یک تشکری ویژه بکنین ما به شما افتخار میکنیم با این سنی که شما 63 ساله هستین هنوز هم در خدمت هموطنان عزیز ما هستین. سلامت باشید. خداوند ما کمتان افتخار نکنه. ما هستیم. شما یکی از رسانه هایی که هستین که صدای ما را به گوش هموطنانمون میرسانیم به گوش مسئولین میرسانیم. یک جهان ممنون. تشکر. بسیار زیاد تشکر کاکا. خدا حافظ. بخیر باشید. از کاکای بزرگوار ما یک تشکری ویژه میکنیم با آنکه مصروف بودن ولی باز هم ما چند لحظه راشن صحبت کردیم. 50 سال خدمت در کسب آهنگری یک موضوع ساده نیست. به خاطر زنده نگه داشتن این صنعت از اینا و از این وطندارای ما باید یک تشکری بکنیم که اینجا تماما آهنگری است. در هر جایی که میبینیم وطنان عزیز ما همو خرطوم در دستشان است و امیل از زده رایی هستن و اینجا مینا نمیفهم که چی جور میکنن. امیل از یک بری ما روشن صحبت بکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. مانده نباشین خلیفه جان. زنده باشید. شان دارین. صبح شما بخیر. صبح خود بخیر. بخیر باشین. نام شما؟ زبیولا. سمیولا. زبیولا. زبیح‌الله. خلیفه زبی چند سال میشه که آهنگری را پیش میبری؟ ما یه پدر کسبی دیم از خورده دیم آهنگری هستیم دیگه. پدر کسبی و بابا کسبی؟ پدر کسبی هم بابا کسبی هم. چند بجه صبح آمدی؟ صبح که 7 شروع میکنیم دیگه. 7 بجه صبح شروع میکنیم تا چند بجه؟ تا بیگا 5 بجه را. 5 بجه را. همین از چی جور که داره؟ اینجا سامانای ماشین روغن است. سامانای ماشین روغن. روغن زغر و چگت و اموال. روغن زغر و کنجد. زغر و پمپدانه. زغر و پمپدانه است. در این روزا بیشتر مشتریا چی را برای شما فرمایش میده که جور بکنین گفته؟ دمی شورود. پیش فرمایش میدن. فصل تبر فرمایش فصل چکوش است. چکوش فرمایش میدن. پیش فرمایش میدن. وقت تبر نیست ولی. وقت تبر دیگه زمستان میرسه. سر زمستان میشه. شما هم کارات نظر و فصل شاید تغییر بکنه کنه. میکنه. بله. باز اینا رو که شما جور میکنین کسی فرمایش شده یا جور کرده در کدام دکان میبرین؟ نه فرمایش میدن. ما جور میکنیم دیگه. با یک رقمی جور کرده بود راسته چند دکان است بالا کن. چند دکان است همونجا روان میکنیم. چند نفر اینجا کار میکنین؟ ما 6 نفر کار میکنیم. 6 نفر 7 نفر کار میکنیم. 6 نفر کار بخاطر دیگه چقدر شاگردان رو دعا دادین پدر کسبی هستین گفتین؟ تو حالا 3 دونه بیادر کلان ما دعا داده پدر ما دیگه شاید 12 دونه کمش بسته که باشه. یگام اخوال شما رو میگیره یعنی؟ کی؟ همین شاگردایی که دعا دادین؟ میگیرن. نه دعوت نمیدن. چای ما میخورم و میرن. من پیشترم پرسان کردم مقوله‌ای که میگه 100 زدن زرگر یک زدن آهنگر. همونطوره. چرا همین رقم است؟ آهنگرها که بسیار سخت میزنن فکر میکنم. نه ده حساب زدن موی خواهد دستشون قوی از ضربه میخورن. کارشون ضعیف است. حساب شما که گفتیم در اون مسئله گفتیم 100 زدن آهنگر میگه یک زدن زرگر. نه 100 زدن زرگر یک زدن آهنگر. نمونه کنم. به خاطر کار شما ثقیل است. ثقیل است. با آهسته نمیشه. نه نمیشه. ضربه کار ضربه کار داره. اینمی وطندار ما آمدیم 3-4 دقیقه میشه که صحبت کردیم از همین تبر استفاده کردیم. خرطوم هستی؟ این پوت میگه مارتول میگه. مارتول. مانده نباشین. خیریتی هست ان شاء الله. نه خدا ما تو زدار هستیم همین خرطوم که مارتول که بخی ما باید
چند دقیقه سالی شما را موزه عادته. نام شما صبور هستم. صبور جان بله. چند سال میشه که داینگری هستی خودت تقریبا اگه 7 سال میشه. 7 سال میشه روزانه چند ساعت از این استفاده میکنی دیگه حسابش به خدا معلومه. در خدا مالم نمیشه تا بگیرم میزنیم دیگه. صبح تا دیگه کار از دیگه. ما پیشتر دوستارم گفتم ما بگیریم میره 3 تا 4 تا بزنیم زیر عرق میمانیم و میگیم خسته شدیم ما گمی بچه‌ای که اینجا کار میکنن واقعا باید ازش تشکری بکنیم هیچ همی استاد نمیشن نام خدا کس شده دیگه دمو. دمو کس شده دیگه. بله. رقمی یک چاش دبلاسی داریم. ها 110 دقیقه. رقمی 120 دقیقه. دایی اگر غذای خوبم نخوری سرش آدم فشار میه یگان جان چاش شوروا و چیزا حتما هست آره شکر از ما چاشارا شوروای ما همو برنج چیزی که روزی است اونم از رستوران بیارین اینجا پخته میکنین چه رستوران نواز امروز دیگه نمونه سال شما اگه امروز اگر دیگه میموندین ما هم شریک میشدیم حق خود پرداخت میکردیم نه گپ نه مهمان ما خانه آباد بسیار زیاد تشکر مزاحم وقت شما نمیشیم چای براتون بانم قربانتان تشکر گرمی مزار یک طرف و گرمی تندوری از اونا یک طرف و نه تنها اینا اما تمام بچه‌ها که اینجا کار میکنن از خرد گرفته تا کهنسال تا 65 ساله هم کار میکنن یعنی کاکای بزرگوارمون اینجا میلزد تیشه جور کرده رای هستن و ببینید که نام خدا زیر عرق هم رفته و الان هم توقف نمیته ما از یک تشکری میکنیم همین تیشه و کل چیزا و تبری که در شهر مزار شریف جور میشه از برکت از ایناست همکارم از اون طرف این طور خورده بیا اینی میتون اینی میتون پدر جان سلام علیکم خوب هستین شما شب و روز بخیر میگذره بخیر نام شما نام خلیفه غلام حضرت است. خلیفه غلام حضرت چند سال میشه که کار آهنگری را میکنید حال ما پدر کسبیست دیگه خود شما خشر یک 40-50 سال شد شاید یعنی 10 شب سبان یا 15 شب 20 شب دیگه از شروع کردیم پدر کسبی است بله کس بس پدر جان یاد گرفته بودی بله پدر ما یاد نه ما از اونا یاد بله شاید اونا نفرای سابق مزار باشه که سنت آهنگری را شروع بله کرد دیگه او وقت کمانده بودیم ما در اونجا پدرای ما کار میکرد یاد نه ما کار میکرد اونجا خود ما در اینجا آمد اونجا کد دادی کردن نمان بعدم جای گوشه را گیر کردیم خوب جای گیر کردین خوب است چند سال میشه اینجا هستید اینجا شاید اگان 15 سال شد 15 20 سال تیشه جور میکنین یک تیشه جور کردن چقدر وقت داره یکی چیز جور کردن اگان یک نیم ساعت شد نیم ساعت به این وقتا خب میبینید کلی مردم از چیزایی که از چین وارد میشه از اونها استفاده میکنن اینی تیارش است یعنی نیم کالا این نیم کالا است چیزایی که از چین وارد میشه سر شما حتما تاثیر کرده سر کار شما چیزای چینایی بسیار اگر زحمتایی که شما کار میگیرین اگر مردم از چین یک کره میگیرن من میگم شما باید 4-5 تا بگیرید کار شما کار آسان نیست کار چین کرد کاری دیگه هیچ کار نمیکنه او تو کار نیست این کاری وطنی که از این کاری خوبش هست دیگه شما بازی آهین از کجا میگیرید ما دیم کنه فروشا رفته از سرایا میخریم این تا کلار میخریم اون کلار از وقت تیشه جور میکنیم بچه خودتان ممرتون کار میکنید بله با فرزندانتان هم یاد دادین کس لای نداره میگه حال فعلا ما مکتب اونا مکتب است بعد از مکتب نه اینجا بعد از مکتب که من کار میکنم این شاگرد چند سال میشم رایت است این خوارداده از دیگه خواهرزاده ماما و خواهرزاده بله خواهرزاده تن چه وقت میشم رایتان است یعنی شاید یه مگه 10 سال شده دیگه 10 سال یه چه وقت بخیر دعا میتونی چه وقت کمرش بسته کوشش در خودش است کوشش کنه دوتر یاد میگیره کوشش نکنه یاد نمیگیره ای 10 سال خب مطمئن هستم چیزی یاد گرفته خواهرزاده همراه ماما کار میکنه ما یک چند تصویر از زدن خواهرزاده رو میگیریم همکاریم بگیرین از زدنای خواهرزاده سعی کنین همراه ماما عجب هم هدف هم میزنن پیش ما باشین اگه یک تا در تیشه بخوره 4-5 تا او طرف میخوره و اینا مستقیم با مو هدفی را که تعیین کرده با مو هدف میزنن سعی کنین اینا آهنگری دوستای عزیز کار هر کس نیست و اگر نمیتونین دیگه در این چیز کمر بسته نکنین خواهرزاده سلام خوب هستید خیراتی است خسته نباشید سلامت باشید. نام شما نام من نجیب الله. نجیب جان همین چند ساعت میشه یک هدف مستقیم میزنه ما اگه دو تا دیم خطا میشه از ما از صبح داریم کار ماست.
این مستقیم هدف میخورم اینجا. مستقیم هدف. این شاید یک کیلو زیاد هم باشه. 4 کیلو است. 4 کیلو. هیچ نه نکنیم. ما نشه گفتیم که این کار هر کس هم نیست. بله نه. اینو ولی ما پیشتر از 4-5 خرطوم ازت مرتول ازت دم یک جای خورد. امکان داره خودت نگه بزنی یا اوسی بزنی یا ایسی. ما حتی شاید میگوید اینجا نخوره. ما مدیون زحمت ایشان هستیم. 40 سال 50 سال کار کرده و این صنعت زنده نگه داشته و ما زحمتانان هستیم. ما خواهش میکنیم که این قدر اینا زحمت میکشه به زحمتشان ارزش قائل شوین و یک تشتی بجایی که از چینایی بخریم اصلی رو بخریم. همکارم یک چند تصویر از ماما و خارزاده رو بگیر. دل ترال بشیر این خلیفه از این کدام تیشه نشانی است که ما نشان بدیم تیشه یک بدیم ولی داغ نگیریم که این همکارم این اینجا در وسط که میبینین این دیگه مارک از ایناست. این مارک است که تا که تیشه است گم نمیشه. این تیشه باز معمولا هر یک مواد تیز هم میشنید وقتی کنج تیز نکنی دیگه نظر کار خودت است. نظر به کار خودت است. و مثلا سر زیاد کار کنی در سنگ میخوره در قلوخ میخوره دمیش مایده میشه کج میشه. شما تنها تیشه جور نمیکنید. نه مارتول هم جور میکنیم. تبر هم جور میکنیم. کلنگ هم جور میکنیم. تبر. اما فصل تیل فصل تیشه است. زمستان آمده. یک تبر تیشه درست. خلیفه جان بسیار زیاد تشکر. قربان است. چند تصویر از اینا بگیر دوستان. قربان تشکر. مقاله‌ای که میگوید سر زدن زرگر یک شدن آهنگر. این نمی‌دونم اسرائیلی. دوستای عزیز در تصویر میبینید که جور کردن یک دانه تیشه چقدر کار سخت است. اما باش که ما از استاد یک اجازه بگیریم که براشون صحبت بکنیم. میگه برای ما مزاحمت نکنیم. استاد جان ما یک دو دقیقه صحبت میکنیم مزاحمت نمیکنیم. برای شما هم کارتون کردن میگیرم مصاحبه میکنیم. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ کاکا جان سلام علیکم. مانده نباشید. خوب هستین؟ خیراتی هستین ان شاء الله؟ شکر خدا. نام شما؟ نام ما همایون. خلیفه همایون. خلیفه همایون شما کارتان هم بگیرین بچه‌ام کار بکنم هم صحبت میکنیم هم کار بکنیم. یعنی سر شما ناوقت نشه. چند سال میشه که کسب آهنگری رو پیش میبرید؟ ما تقریبا یکم 30 سال میشه. 30 سال. پدر کسبی است این بابا کسبی یا خودتان یاد گرفتید؟ خودی ما یاد گرفتیم. پیش کدام خلیفه شاگرد بودید؟ ما پیش یازده ما شاگرد بودیم. پیش یزنه؟ یزنه تانم فیران کار میکنن بچه‌هاش خودشون؟ بچه‌هاش کار میکنن خودش قضا کنه. خب خدا اونجاش جنت داشته باشه. چند سال پیش از اونا بودین؟ یکم رو گرده واسه میکنه پیش خدا داره. بودیم دیگه مقصد یک یادی من مقصد خیلی دعا گرفته بودین؟ دوای ما هر دعا که نگرفته باشی این کارا کلا نمیدونید. یاد میکنه. شاگردا رو دعا دادی؟ چند شاگرده؟ بسیار شاگرد دعا دادیم حالا. همون شاگردایی که دعا دادین یگان وقت براتون زنگ میزنه؟ زنگ میزنه.
پرسانتان میکنه. این بچه‌ای که میامین از امرت کار کرده است می ارسیش چند سال میشه امرتان کار میکنه؟ یکی دو خیلی وقت میشه پیش ما کار میکنه یکان 20 سال میشه. دعا گرفتن نزدیک شده یا نه؟ والا دعا گرفتن خب این کار بسیار سخت است هم آسان است هم سخت. یار خیلی سخته. نظر ما بسیار سخته. ما در تمام دوستا گفتم این یعنی مارتول ما یک را بزنم اون شد خدا ناخواسته پای شما را بزنم. ولی اینا نام خدا مت هدف میزنه که آدم ایران میمونه. فصل تیشه است. بله از این خاطر تیشه جور میکنی. یک تیشه جور کردن چقدر وقت میگیره؟ یکان نیم ساعت میگیره یافته. نیم ساعت. روزانه یک 20 تا جور میشه؟ آز یافته. در 20 تا خرج ما پورا نمیشه. خرج پورا نمیشه. با شما دکاندارایی که مثلا تیشه میفروشه به اونجا روان میکنی؟ کار آهنگری کار آسان نیستن. نام شما؟ نام عزم‌الدین است. از عجم‌الدین یا عزم‌الدین؟ عزم‌الدین. عزم‌الدین. از کجا هستی عزم‌الدین جان؟ از مزار شریف. از مزار شریف. امروز خلیفه جان چند سال میشه؟ امروز خلیفه جانم 22 سال میشه. چاش بر شوروا میده یا قابل پلاو؟ خود ما بخوریم میگه در اختیار. خالی چاش چی داری؟ برنج است. برنج است. ما را میمان میگیریم. شریک میشیم ما. یکی زیاد. شما افتخار ماست. این کار آسان نیست، کاری آسان نیست. و به خاطر زنده نگه داشتن این صنعت آهنگری در این ریش سفیدتان زحمت میکشید. ما به شما افتخار میکنیم. شما افتخار جامعه ما هستید. از برکت شما نمیکس زنده است. اگر این میره از بین میره. شما ادامه بدین همکار یک چند تصویر میگیرم. دوستای عزیز سعی کنید ولی با این مارتولای سه شاگرد دیگه اونو مخدم همون چه صدا میکشه خوش آدم میه. برو بخیر. تازه درست. همین خلیفه شما کدام است که یک چند از امرشان صحبت بکنم؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر است. کاکا جان سلام علیکم. ما یک چند از امر شما صحبت بکنیم اجازه است؟ اینه بیا همکارم کجا هستی؟ ما در این سند خود تبر بگیریم جای به جای میشینیم. کاکا نامقدار شاید عمرش از 60 بالا باشه ولی کارش با تبر و با تیشه است. سعی کن زرگرها این رقم یک تا دیدید تمام زرش باد میشه ولی آهنگر همه تو میزنه که تا از یک چیز جور شود آباد میشه. کاکا جان سلام علیکم. خیر دورم. شکر. شما خوب هستید؟ بخیر اومدید. خوش آمدید. بخیر باشید. نام شما؟ نام ما کاکا عبدالستار. کاکا عبدالستار. چند سال میشه که کسب آهنگری را پیش میبرید؟ ما اگر
خلاصه بگویم 50 سال، از 50 سال بالاتر. پدر کسبی هستون یا خودتون شروع کردید؟ ما پدرهای ما این کارا رو میکنن. شما از پدر یاد گرفتید؟ بله از پدر یاد. بچهای خودتون هم فعلا کار میکنن؟ کار میکنه، یعنی بچه ماست، اونو بچه ماست. کتی ما هم کار است. دو سه بچه هم براتون کار میکنن؟ بله ها. این کلنگ نو جور کردی یا یک طرفش چی کردی؟ چسباندی؟ اگر تیز میکنن مردمایی که یک تداو میکنن و یک جای سخت زمین جای است سخت زمینه باید کند میشه و پیش ما میارن. یا اصلا دیوار چپا میکنن؟ ملک روس جور میکنن، چین جور میکنن، این افغانستان هم جور میکنن. و هم کیفیت داره، خوب است. نخواه هر گامی برابر شدن میخرن، کار میگیرن دیگه. شما خودتان چی جور میکنین در اینجا مثلا؟ ما همیشه هر چی جور میکنیم. کیشه؟ تیشه، تبر، داسی گندم علف و ببرن. او را جور میکنین؟ اونو را جور میکنیم. کس بیسیم دیگه دمی 50 سال تجربه بیخی بالا داریم و هر چیز بخواین کار، قیچی. همه سوانایی که مثلا باز جور میشه اونا که ندهی را تیز بکنه خب مشکل خونه داره قطعه؟ نه خود سوان هم ما کار جور میکنیم. کاردای خوبش از گل سلطانی چی جور کردی خلیفه؟ امروز همی شریدای ما یک کلنگ میارن، یک پنجه جو کلنگا را جور کنیم میبرن. این را باز دکان میبره یا کدام مشتری؟ نه مشتری از اینا. بر شما فرمایش داره؟ آوردن امرا تیز گفته؟ چند سال میشه دکیده اینجا هستی؟ ما همیشه یکان 16 سال میشه ما. 16 سال؟ بله با وانده اون مندهی بودیم. کوچه انگری؟ اونجا بودید؟ اینجا جای قید شد با حکومت ما هم گیره داد. این کار خیلی مستقل نیستی، بچه ها را چاش چی میدی؟ شورا میدی یا قابل پلاو چی میدی برشن؟ ای خداوند هر چیزی که روزی کرد اونمونه خورده رفته رایزیم. در این چاش خداوند چی نصیبشان ساخته؟ ما پلان داریم به همین چاش یک شوروا بخوریم. شورا؟ در همراه دوستا اگر میهمان میشن دمو. قربان شما خانه آباد. ما آمدیم که از شما یک تشکری بکنیم. زنده باشین. از برکت شما این کسب نمیجا هست. اگر شما نباشین این کسب سقوط میکنه، گم میشه. خداوند شما را خیر بده. این صنعت پیش بردن صنعت انگاری کار هر کس نیست. یک تاثیر میتیم، مردم خوش میشه از کارهای ما. این چکش از یک مقدس هستی و اینگری یک کسب خوب است. پیر نمیشیم. این ما یک آدم که شما چند ساله هستی؟ یعنی اون 62 هست. 62 بله نام خدا هم بتونی جوانای سوپر برای کمر بسته کردیم کار میکنیم. مرد که تا شام ما همین چکش دادیم ما کار میکنیم. ما پیشتر دوستارم گفتم بقیه هم گفتم همینا رو ما بگیریم از 5 تا شت یک دادب بخوره 4 تا شو طرف میخوره ولی از ما نام خدا می 5 تا دادب میخوره. ما در درجای اصلا از این مزار شریف از مزار شریف هستیم. ما پدر ما متولد مزار شریف هستیم. ما مزار شریف تفکیرهای ما همین مردم مزار هستیم. بسیار زیاد تشکر. بشینین چای است. یعنی ما یک چای کوره‌ای یک چای بونیم. چایش میمون شین. خیر ببینید. خلق خوش شما برای ما همه چیز است. ما هم جوانو را خدا خیر بده. مردم یک تاثیر میده. برابر بخیر باشید. ما چند تصویر از این مارتول میگیریم باز با شما خداحافظی میکنیم. اینه حالا شروع میشه چند دقیقه منتظر باشین دوستای عزیز. Subuar bergelas mengam kita. Ini alai murabi. Era, tapi kita kira saras, bapak. Aku punya ni. دوستان عزیز شما یک تشکری ویژه میکنیم. آمدیم اینجا پیش آهنگرای عزیز ما تا
از صنعتی از اونا، از زحمت از اونا یک تشکری ویژه بکنم که چقدر زحمت میکشن. واقعا نباید اینا رو نادیده بگیریم. از برکت از اونا صنعت آهنگری زنده است. تا برنامه فردا که ساقلای در خدمت شما قرار میگیره، همه شما رو به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.